مردک ای کار میبه باشه از خونش میدروی زنک تی ترسوک لفچوک همون جهاد گیر گشته کارو برش گسته گفته زنک خانو مهمون می ازار پزار تا پوش خدا بگیر پاچای قاخته زنک احمد نمید навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. برادرای شهر محمد جان در سپیدم خواستیم یک قصه بهر شما پیشکش کنیم. مردک خونش نمیشینه فکر میکنه چی بیزنس کنیم فکر کرده که یگان اویل زنبور بگیرم زنبور پرور میشم میره بازار این طرف نگاه میکنه قیمت اون طرف نگاه میکنه قیمت همون برآمدن بازار دی هم مرده که دیگه شتگی سودا کرده زنبورا 2 برابر دی بازار ارزانه گفته تقوی چی بی زنبوروی تا بازار 2 برابر ارزانه او گفته زنبوروی ما همه خیلی زنبورن که آدم ده نپدد نمیکنن آدمیزاد ده نمیگزن اینو باور نکنی گفته براتر بیاد تنین همین ستالبه ده کالت میبنده یکان ساعت بمین همین زنبورا رو سر میتم اگر یک تشتر گزید همین چند اویل زنبوری هسته همش میتند به پول مردک مایلی میگه مردک در تنین ستالبه میبندن 2 ساعت 3 ساعت پس میگن مردک رنگ روش کندگی در روش رنگ نه سفید آنه بخیر ها برادر چی گپ شد مگه زنبورا تو را گزیدن نه براتان زنبورا نگزیدن نه که ما نفهمیدیم که گسالی تو به مادر کلان شده بودن علیکم مخلصای شهر محمد جان در سپیدم خواستیم یک قصه سیمینی پیشکش شما کنیم مردک ای کار میبه باشه از خونش میدروی زنک تی ترسوک لفچوک همون جهاد گیر گشته کارو برش گسته گفته زنک خانو مهمون می ازار پزار تا پوش خدا بگیر پاچای قاخته زنک احمد نمید ای سارای خدازدم تو را گفتم خانو مهمون اومده سه بپوش ازار پزار تا ندیدین اما مهمون و پاچای قاقی تره زنک نگاه میکنه مام ببینن همون مهمون ها پوسکای پاچای قاقی مره ببینن دستای قاقی مره ببینن که تو مره چه خیلی کرمید میکنی سقیرا پوش ازار مگوم نه من مهمانات ببینن پاچای قاقی مره که تو مره چه خیلی کرمید میکنی گفته زنگی خیلی باشه ترسوک تنبرار پوسکای مهمانات ببینن که من برای چی تره کرمید نمیکنم